ها رسانه‌ای بودیم که به تنهایی وارد این پایگاه بسیار بسیار سری اسرائیل شدیم. به پایگاه هوایی نوآتیم رفته. صهیونیست‌ها دومین چاله رو در مقابل دوربین‌های اینترنشنال رونمایی کردند. ما همکنون در جایی هستیم که ارتش اسرائیل میگوید که در داخل پایگاه نباتیم موشکی که از سوی جمهوری اسلامی ایران پرتاب شده بوده در اینجا به زمین نشسته و خسارت بسیار کمی هم وارد کرده. دوربین‌های اینترنشنال بعد از گذشت چند روز از اصابت موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی نوآتیم تنها بخشی از باند فرودگاه و این گوشه از پایگاه بین این دو دیوار رو به نمایش گذاشتند. در کنار من دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل ایستاده و از او میپرسم که در اینجا ما چه میبینیم. ما در اینجا محل آسیب به پایگاه نباتیم رو میبینیم. چند جای دیگر هم هست، اما این تنها مکان نیست. باز تکرار میکنم، تنها مکانی است که آسیبی به زیر ساخت‌ها وارد شده. اینجا ساختمانی در حال ساخته و برخورد در زمین بوده. کمی خسارت به دیوار و ساختمان وارد شده و همین. اثری که ترقه بازی‌های چهارشنبه آخر سال روی دیوار میذاره رو به خاطر بیارید. آیا همچین اثری اطراف چاله دیده میشه؟ وزن کلاهک جنگی هر کدوم از موشک‌های بالستیک ایرانی 500 کیلوگرم بوده. این تصویری که از دور گرفته شده برای برخورد یکی از این موشک‌هاست. حجم انفجارش رو از این فاصله ببینیم. حالا آیا اثری از انفجار در این چاله و اطرافش دیده میشه؟ هر آنچه که در ایران به شما نشون میدن و یا تعریف میکنن دروغه. من اینجا تصویر حقیقی رو به شما نشون میدم. این نقطه برخورد در پایگاه نباتیمه و این هم خسارتی است از رگبار موشکی که برای شما تعریف کردن. نکته دیگه‌ای که در تصویر اینترنشنال وجود داره این لوله پلاستیکیه. و سوال اینجاست که چطور بعد از اصابت موشک بالستیک میتونه سالم مونده باشه؟ چند روز پیش هم صهیونیست‌ها از چاله دیگه‌ای در همین پایگاه رونمایی کردند و گفتند محل برخورد یکی دیگه از موشک‌هاست. چند متر اون طرفتر از چاله مقداری خاک روی زمین بود که حجمش با اندازه چاله برابری می‌کرد. تصویری که در فضای مجازی واکنش برانگیز شد. اصلا موشکامون اینقدر پیشرفته هستن بعد از اینکه فرود اومدن با بیل زمین رو کندن، خاکش هم انداختن اون طرف. تاکنون تصویری از محل اصلی برخورد موشک‌های ایرانی منتشر نشده. سجاد احیایی، خبرگزاری صدا و